رستوران توانا. رستوران توانا یکی از بهترین رستوران‌های شهر مالمو است. جایی که طعم اصیل غذاهای افغانی با ذوق خارجی در هم آمیخته است. این رستوران به ابتکار و مدیریت امید توانا ساخته شده. مردی که باور دارد غذا فقط برای سیر شدن نیست، بلکه برای لذت بردن و یاد گرفتن از فرهنگ هاست. اینجا همه چیز با سلیقه و دقت آماده می شود. از انواع غذاهای افغانی گرفته تا غذاهای سبک و خوشمزه خارجی و همچنان انواع نوشابه های هیجان انگیز. محیط آرام، تمیز و صمیمی که مناسب دیدارهای دوستانه و عاشقانه شماست. امید توانا مردی که با عشق به فرهنگ و ذوق آشپزی این مکان را به پناهگاه برای ذائقه های خاص تبدیل کرده است و این سومین رستوران آقای تواناست که در شهر مالمو افتتاح کرده است. هرچند هنوز 1 ماه از افتتاح آن نمیگذرد، اما بیروبارش طوری است که گویا سالهاست مشتری های ثابت دارد. محیط آرام و صمیمیش دل هر رهگذری را در ایستگاه مرکزی مالمو نگه می دارد. اگر می خواهی مزه واقعی مهمان نوازی را تجربه کنی، فقط 1 بار به توانا سر بزن. اگر در شهر مالموی سیودن یا اطرافیان زندگی می کنید و یا از این شهر عبور می کنید، حتما 1 بار غذاهای لذیذ توانا را امتحان کنید. توانا، انتخاب مردمان دانا.